بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، من حسین عظیمی بیرجندی هستم، توسعه دهنده مجموعه وبسایت های شرکت ایده پردازان دنیای روشن وب. و در این جلسه قصد داریم خیلی کوتاه با نحوه ورود به سامانه پیامکی آین پیامک آشنا بشیم. بعد از اینکه مرورگرتون رو باز کردین، آدرس سامانه پیامکی آینپیامک.ir رو داخل مرورگرتون وارد کنید و دکمه اینتر رو بزنید تا وارد سامانه پیامکی بشه. بعد از اینکه وارد سامانه پیامکی شد، شما نیاز دارید نام کاربری و رمز عبوری که قبلا خدمت شما ارائه شده رو در اینجا وارد کنید و دکمه ورود رو بزنید. پس از ورود به سامانه شما نیاز دارید از طریق دکمه ارسال پیامک ورود 2 مرحله‌ای کد یک بار مصرف ارسالی رو در این بخش وارد کنید و دکمه ثبت رو بزنید تا اطلاعات شما تایید بشه و بتونید از سامانه استفاده کنید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.